بالاخره سیزن بعدی مشخص شد. تو سیزن بعدی شما میتونید به مگاترون یا اپتیموس پرایم تبدیل بشید. حالا من اومدم سیزن بعدی رو به صورت کلی واسه بررسی کنم. پس این پست رو لایک کن تا بریم سراغ ادامه ویدیو. سیزن بعدی قراره که سیزن ترانسفورمرز باشه. تو سیزن بعدی قراره که دو تا ربات بزرگ به نام مگاترون و اپتیموس پرایم باشه. شما وقتی که سوار این ربات‌ها بشید میتونید ترانسفورمو بزنید و به شکل ماشین در بیایید. این ماشینا و ربات‌ها سرعت قابل قبولی دارن و میتونید باهاشون داخل مپ جابجا بشید. همچنین وقتی که داخل مپ دارید میرید میتونید که مگاترون هم روی مپ نگاه کنید و بدونید که کجا هستش. وقتی که به سمت مگاترون برید میبینید که مگاترون یه جا وایساده و شما میتونید برید سوار شید و ازش استفاده کنید. و یه نکته جالبم اینه که شما وقتی که سوار این ربات‌ها باشید میتونید با هم دیگه فایت بدید و هم دیگه رو بزنید. و یه آیتمی هم که واسه جابجایی سریع قراره توی مپ اضافه بشه اینه که شما میتونید از اسکیت بورد توی سیزن بعدی استفاده کنید. حالا نظرت واسه من کامنت کن که به نظرت قراره سیزن قشنگی داشته باشیم یا نه. راستی اگه میخوای پست‌های بیشتری در مورد سیزن بعدی ببینی پیشنهاد میکنم که حتما پیج منو فالو کنی.